سلام دوستای خوب فال روزگار. امروز اومدیم با یک فال خانی، یک انرژی خانی از کارت های تاروت ببینیم شخص احساسیمون همین الان به اون چه حسی داره. نیت کنید، اسمشو 3 بار توی ذهنتون تکرار کنید، مرور کنید و با کارت ها همراه بشید. کارت ها بهمون میگن که این شخص در حال حاضر داره بهت دروغ میگه. همین الانی که تو اینجا نشستی، امشب که شب چهارشنبه سوریه، این شخص داره یک دروغی رو به تو میگه. داره میگه که من جایی هستم که فامیل یا اقوامم هستن، در حالی که این شخص جایی که آزاد شاده، داره یک سری روابط یا شرایط دوستانه یا توی یک جمعی داره شلوغی یا توی یک دور همی های هستش. تو یک زنی هستی که خیلی زرنگی، یک مردی هستی که خیلی زرنگی، کم صبور باش. البته این فال یک فال کلی و عمومیه و نمیتونه برای شما یک شخص خاص بگه، ولی چیزی که داره نشون میده اینه که این شخص احساسی الان اینی که تو براش نیت کردی داره یه جورایی اگر بهش شک کردی تو داره میپیچونه. این مربوط به کسایی که به شخص احساسیشون در حال حاضر شک کردن. میگه که مطمئن باش خانم یا آقایی که مخصوصا خانم ها انرژی میفرستن، حس شمشون قویه و زن قدرتمندی هستن، الان میدونن که این شخص داره یک سری اتفاق ها و برنامه هایی رو با نقشه پیش میبره، ولی مطمئنن جفت شدن کارت ها نشون میده که شما به یک پیروزی و شادی دوباره میرسید و شرایطتون توی این رابطه طرف دیگه ای رو به شما نشون میده که میتونید تصمیم بگیرید. این فرد الان همین الانی که داریم میبینیم، شخص داره میگه که من میخوام یک زندگی و شرایط نوعی رو برات بسازم، در حالی که ذهنش یا فکرش جای دیگه است. الان اگه بهت میگه که من پیش دوستامم، من دارم مثلا با خانواده‌ام جشن میگیرم، این شرایط از نظر من درست نیست و این آدم تو یک جمع دوستان است و داره خوشگذرونی میکنه. اگر به شک داری پیشو بگی. بعد میگه که تو خیلی، تویی که داری این فالو میبینی خیلی قدرتمندی، خیلی انرژی مثبت و روشنی رو داری و مطمئن باش که تغییرات بزرگی رو داری تو زندگی و رابطت ایجاد میکنی. از نگرانی های فکری میای بیرون، تصمیم هایی رو میگیری که این تصمیم ها خوشایند خواهند بود و روی آینده احساسی یا قلبی به معجزه های بزرگی میرسی. شرایط یا روابطت داره شرایط خوب و روشنی رو نشون میده. شاید الان که دارم این فالو برات میگیرم یکم ذهنت آشفته باشه، ولی یکم صبور باش. تو شخص خیلی خوب و خیلی صادقی هستی تو این رابطه و اگر دنبال اینی که ببینی این شخص احساسی داره چه کارهایی انجام میده، یکم صبور باش. خودش رو لو میده و این شخص قدرت‌هایی رو داره که میتونه در رابطه با آرامش یا انرژی‌های درونیش باهات صحبت کنه. باز هم چیزی که داره نشون میده اینه که تو یک آقایی هستی که الان داری این فالو میبینی و نسبت به شخصی که یک خانومه یکم دچار دو دلی شدی، ولی این شخص یا این خانوم مبارز خوبیه، الان روبروت وایساده و در رابطه با آیندهش آرامش میخواد. پس این آرامش رو بهش بده به عنوان یک مرد، چون این زن میتونه رئیس یک قبیله باشه، این زن میتونه یک مادر یا یک شخصی باشه که در کنار تو به یک اوج بزرگ برسه. شاید تو نیروهای بزرگی رو داشته باشی، ولی شخص احساسی تو انرژیهای خیلی خوبی داره و داره زحمت میکشه و مسیر رو داره برات باز میکنه. خانم و آقایی که داره این فالو میبینی توی رابطه احساسی تو، من روابط رو خوب میبینم. حالا چیزی که ما میخواستیم از این فال بدونیم اینه که شخص احساسی ما الان داره چیکار میکنه، ولی مطمئنا این شخص سرگرم یه سری شرایط و موقعیت هاست که داره باش تایم میگذرونه و داره یه سری کارها رو انجام میده. بهتره که بهش زمان بیشتری بدی تا خودش رو بهت نشون بده. ببینیم از کارت ها بخواد که شخص احساسیمون امشب چه اعترافی میتونه برامون داشته باشه که الانی که نیست شما ازش خبر نداریم. اعترافش اینه که توی افکار خودش غرق شده و در حال عبور از یک احساساتیه که
فعلا دلش نمیخواد در موردش حرف بزنه و چیزی که داره الان 100% اعتراف میکنه هنوز آماده نیست برای صحبت کردن با شما. پس یک تایم بیشتری بهش بدید تا شرایط یا موقعیتاتون باهاش عوض بشه و این شخص باز هم میگه مطمئن نیستم که چیزی که میخوام برای تو برآورده کنم. پس بهش تایم خیلی خیلی زیادی باید بدی که بتونی روی آیندهش اوکی بشی. تا اینجای فالمون اگه خوشتون اومد فالو لایک کنید و برای دوستاتون هم بفرستید. بهترین ها نصیبتون بشه. انشالله که سال و روز خوبی رو شروع کرده باشین.